گرچه شکوه کردن بیهوده است، اما لب از سخن فرو بستن نیز آسان نیست. میدانم که بیهوده است. با علم به این که میدانم آنچنان در پی آن هستم گویی که نمیدانستم. این جنون ساختگی یک ساحر است. تو چند روز اخیر خیلی خبرهای متعددی اومده بیرون، اما من به عده‌ای میپردازم. از این به بعد هرچی جلو میریم حتی به خبرهای خیلی قدیمی تر، خیلی سالها پیش میپردازیم. عده‌ای رفتن به ساحل هرمز و اتفاقی که اونجا افتاده این بوده که تصویر امروزی ساحل با تصویر چند مدت کوتاه پیشش اصلا یکسان نبود. خودتون دیدید، بهتر میدونید که عده زیادی شن ساحل و خاک اونجا رو با خودشون برمیگردونن به طویله هاشون و این نشون دهنده اینه که اونها به شکل ظاهری شبیه ما هستند و انسان نشون میدن، ولی در دی ان ایشون از یکی حیوانات دیگری هستند. ای کاش یک نیروی قهری بودش که به صورت صحرایی در همون لب ساحل اولین نفراتی که اقدام به همچین کاری کردن رو بدون کوچکترین اغمازی اعدام میکرد.